همون گلاس رو بده. دیوانه کردی تو پیگزال مره. ای را بده او را بده ای را بده. خدا مرا زده که عروس تو شدم. اگه ثواب می داشتم مالی مزدوری تو رو نمیکردم. آخه عروس گلبه من که رزی نیام که تو اینجا بشینی کارا نبکنی. یه بدشانسی توی که بزیان روز بپسکم. چه کار کنم؟ به خدا من دلم نمایی که به مریض باشم که تو به من یک گلاس او بدی. چرا میزنی زندگی خود تلخ میکنی؟ آلی گپا را میزنی. باز بچه تو که آمد دیگه گپا میزنی. من هیچ وقتی کارا نمیکنم که زندگی تو به چه منطقم بپاشه. من به زندگی خود شیطونی نکردم و نمیکنم شیطونی. شیطون نبودم کارا رو زندگی بسیده. چی کار کنم ای خدا؟ خیر می تشکر. با خودم چای میریختی؟ من چای نمیخورم. چرا تو ناراحت معلوم میشی؟ خسته معلوم میشی؟ خیره؟ من خب بیخی از این خانه و زندگی خسته شدم. آقا زن کبر نکن. تو چرا دیگه پا میزنی؟ خسته شدم. چی فشار به سر تو هست؟ من دست از این مادرت خسته شدم. من نمیفهم خدمت تو رو کنم یا خدمت مادرت. از صبح تا به شام همراهم جنگ میکنه، دوام میکنه. یا او از این خانه باشه یا ما باشم. میگم آخه او خوشوی تو میشه، خب بیگانه نیسته. و مادرم میشه. آخه مثل مادر تو میشه، خوشوی مثل حکم مادر رو داره. چرا تو گپا میزنی تو؟ و چرا روان نمیکنی؟ روان کو خانه خوارای یا که زندگی برای جدا کو. آخه ما تو انسانیم، مسلمانیم. آخه جواب خدا رو چی میتیم؟ عوض خدمت از او بیچاره رو کنیم که مریض به جای افتیده ما تو گپا میزنیم. چرا تو گپا میزنی؟ آخه او دنیا چی جواب میتیم ما تو؟ آخه ما تو انسانیم، مسلمانیم. آخه جواب خدا رو چی میتیم؟ عوض خدمت از او بیچاره رو کنیم که مریض به جای افتیده ما تو گپا میزنیم. چرا تو گپا میزنی؟ آخه او دنیا چی جواب میتیم ما تو؟ خیلی عروسا خواهش میکنم. خدا کنه مرا بخشیده باشی.